سعادت تو هم یگون چیز گوی آخر، نه بگپی مادرت نه بگپی ادوکت گوش ده. چی میخوای آن رو به من گوی؟ اگر جدا نشویم مادرم تو رو به دادگاه میکشد. ساله از کسب و کارت میمونی. برای چی؟ برای کارهایی که در خانه من کردی. چی؟ خانم گل رو شما زبچه مرا تهدید کردید، هله و نیرنگ کردید. نه جانک شیرینی من، به این هم سعادت دوستن میخواهد. سعادت اگر ما را تهدید هم کنند از همه آنها رها یافته میتوانیم، اما اگر از تنگی و سختی زندگی ترسیده باشی و در طمع دنیا باشی تو را مانع نمیشوم. ولی دخترم رو به شما نمیگذارم. برای او من جوابگرم. او را نمیدهم. آره لبای سوان بسیار خرسند شدم که حقیقت آشکار شد. اما آنقدر خرسند نمی نمایی. تو رو به حالتی گذاشتم که از شرم چی گفتنم رو نمیدونم. مرا ببخش عارف. آخر تو خودت این کارها را نکرده ای سامان. به فکرم اینجا دخالت شخصی سیوم است. کی به این قادر است؟ یعنی کی میخواهد که مناسبت منو تو ویران شود؟ عارف میدانی چی؟ من میخواهم باز عریضه دهم. دیسک رو به پروکورور میسپارم. باز در این بین سامان چی شد با تو؟ خوبم. چشمانم رو سیاهی پخش کرد. تو را چیزی ناراحت میکند؟ بیا یک جا با میمارخانه برویم. نه آنقدر مهم نه، میگذرد. گوش کن، با این مسئله خودت را اینقدر عذاب نده. من کارهای سود را خودم حل میکنم. خب؟ میلش رفتیم کمتر استراحت کن. عارف رو نجات دادی. معلوم میشود که او را آنقدر بد نمیدیده ای. اگر من حمله نمی کردم تروریست بمب را می ترکاند. عارف باشد پاره پاره می شد. او را نجات دادی کو. بیا بس کن همین خصومت و بدبینی را. از انتقام چی فایده شاهین؟ تقا برای من انتقام حیات است. اگر عارف آنجا میمرد همه کاری من برباد میرفت. مرگ عارف به من لازم نیست. میخواهم که تا آخری عمر عذاب کشد. حیات خودت را هم میسوزی پسرم. بگذار در علنگه آتشی او بسوزد. من به این راضی هستم. آه شاهین، برای از این کار دست کشیدن چیکار کنم؟ عارف حیاتی مرا سوزاند، مرا پس زد. برای زنده بودنم سببی نگذاشت. تا دمی که زنده ام در پی رنجی او میشوم شرمنده‌اش میسازم، به خاک یکسانش میکنم. دستم با اصرار و یک رویت حقیقت افشا شد. تشکر برادر. استغفرالله برادر، آخر به عقل من درست نآمد. در جستجوی حقیقت شدم. این دام رو کی ساخته باشد اکای عارف؟ تو اون به شرف را به من نشانده اکا با دام و پامش یک جای نیست میکنم. میدانم دوستم، میتوانم. تشکر. کی باشد آن که در هر فرصت مناسب نسبت به من فتنه می انگیزد؟ ظریف، به ما آتش کشادند. سپس برای اکای صالح دوید آمدیم. لیکن در همان هنگام کی همراه همان نبود؟ من فهمیدم. اپای سومن. ای خدا، باز همان کارت. لیکن کسی این کارو کرده باشد؟
аниқ аст ки муносибати байни ту суманро вайрон кардан мехоҳад. Ман ба ин аминам. бале бовар кунед. хайр кист ӯ? کی شدنش ممکن؟ شاهینی خودم. شاهین شاهینی خودمون. نشنیدی؟ عیناً او. من هم پای بردم اما گفته نتوانست. آخر او هم از ماست بود. خانم سومن، از تشخیص یگان خلاصه انی گفته نمیتوانم. عجبا، وابسته به عصبی شدنم باشد، چون که وقتهای آخر سخت عصبانی شده بودم. یک خواهش دیگر. مرحمت. یک بار مغز سرطان را تشخیص کنید. با من هم رفتار شاهین معقول نیست، اما برای تو شده در همون عملیات جانش را در خطر گذاشت. جانش را در خطر گذاشت؟ مبالغه نکنید. وظیفه‌اش را اجرا کرد. من از این کار خبر ندارم برادر. این انتظار است تا آمدن نقلیات حل کردن لازم. مگر اینجا بین مردم نیست؟ کی میبیند؟ مشتری ها انتظاری عضوان. بین نیم ساعت نیافتیم تمام. عضوهای کودکان را قبول میکنند؟ چرا نمیکنند؟ اصلا عضوهای کودکان و نورسان نرخی بلند دارند. رفتیم. اکر خلاصه من دو نقلی را بریدم، اما از آن تو را نه. و ما آتش کشادن. شاهین به درون در آمده از دست تروریست تکمچه را گرفت. اگر شاهین تکمچه ترکیش را نمیگرفت پس من پارا پارا میشدم. همینطور عیناً اکر. عیناً همین خیر میشد اکر. اونجا تینچی باشد. شکپ آنجا. چرا آنها کودک خود را به هر طرف میکشند؟ شبهناک میدمم. رفتیم بچه ها زودتر. سرم چرا نمیفهمی؟ آخر پدرت ما رو نزدیک تو فرستادم. من شما رو نمیشناسم. من همکار پدرت هستم. با ماشین سوار شو یک جای میرویم. بیا پسرم، بیا رفتیم سوار شو. سلام علیکم. و علیکم السلام اکا. این ها میخوان مرا ببرن. بخیر است برادر؟ از کودک چی میخواهی؟ کارت نباشد. پدرش ما را روان کرد. نقلیات نیست، ما او را به خانه‌اش میبریم. رفتیم دادر جان، میرویم. دادر جان تو اینها را میشناسی؟ نمیشناسم. اینها با من معقول نیستن. برادر کودک شما را نمیشناسه. یک دقیقه. گفتم که کودک شما را نمیشناسه. سرده دستم را. سرده میگویم. کودک چه گفت؟ در روزی روشن کودک را دزدیدن میخواهید؟ شما بر اینها را میان نان گذاشته، نانشته میکنم، میدانی ها؟ دستم را سرده میگویم، نمیفهمی؟ آی بچه ها کلی بحث کنه. خودتانی توست. کسی با کودک دست شما ما را چیزی کرده؟ کودک دزدی را نشان میدهم. آفرین بازم سخت. اکا جان دیگه بودم چه خیلی با تو معقول شده؟ بله.
اپا جان زن گفته هیچ چیز نگفتیم تو باشه سلاح برآوردی نخواد کی فرا از ماشین فرا گفتم فرا زودتر آفرین اکا آقا تو من در بازی ها این سلاح اینجا بزن عارف من گروه دعوت میکنم اینجا چی شد؟ احمد سلام خوب هستی؟ خوبم مادر جون اینها آدمانی بدن ما باشن آدمانی خوبن محبوبه نزدیک پنیر بخچه زود رفتیم احمد ها با اونجا گروه روان احمد جان شد شما آرام باشید احمد جان کسی که نباشد اصلا با ماشین ناشناس نمیشینی خوب؟ فهمیدی؟ مایلش اکا جون اکنون این آدمانی بدن چیکار نکنه ما پلیسی از روی قانون آنها را جزا میدیم تشکر به شما اگر به اوی حادثه رخ میداد یعنی خدا را شکر که ما همینجا اینها پلیسن مادر آدمانی بد را جزا دادن اگر میدیده تشکر نمیاد اکا این کارو بینم در روز روشن آدم میدوزدم اگر در طینت انسان ترس خدا وجود نداشته باشد از او هر بلا را انتظار شدن ممکن است راست اکا البته سلام علیکم او علیکم السلام صالح خوش آمدی تشکر سلامتی چی خیر خوبم سردارم خوب کاری نقل کن چی گپ و خبر جنابی سردار من باید حتما در یگان خیل اداره کار کنم صالح اجازت داری میتوانی تا صحت شدنت با عائلت باشی مشکلی در همین است آخر زوجم دعوای جدا شوی دارد در همین حالت وقتی چنین کار است مگر بله خیر چی میگویید اما اصل دخترم را از من میگیرند نامعقول کردند من باید دخترم را صاحبی کنم میخوام در نزد خودم باشد این خیلی آسان نیست این گونه کارها چرا میگرفتند بیکار بودن من امکانیت مرا کم میکند در دادگاه گوش کن این طور باشد تو را در دیگر ساحه کار میدیم دیگر چاره نیست بعد از واحدی مخصوص رفته شناسنامه رو مهر زنم میگویید صالح کمی با منطق فکر کن تو در واحدی مخصوص دیگر امکانی کار کردن نداری همچون مصاحب کار کرده میتوانم صالح نمیتوانم مایلش گویم هم اجازت نمیدهم در عملیات ها جانی بچه ها را در خطر گذاشته نمیتوانم از آن تو بهتر بوده است این به تو معقول نیست؟ پروایی ندارم خوب چیز که تو را اینقدر ناراحت میکند؟ تو از من چی بدی دیدی شاهین؟ ستاره اما موافق نیست عارف تمام دیگر هیچ چیز
واقعا بعد مرگ سلیم از بین گروه تنها تو مرا به مرگ او گناهگار می‌دانستی. دلیل ها تو را گناهگار می‌کردند. اما تو پیش از دیدن این نوار مرا گناهگار می‌دانستی. اگر بینمان مسئله شخصی می بود حیاتم را برای تو زیر خطر نمیگذاشتم. درست، میدانم چیکار کردی، منت دارم البته. اما اگر حقیقت را بگویی مگر وظیفه ما همین نیست؟ وقتی که همه از تو گمانبر بودن تو را میفهمم گفته بودن. میدانم. اکنون فهمیدم حساب میبرده ای. چی؟ گپ‌های خنده‌آور نگوی شاهین. این را باز از کجا برآوردی؟ من کارم را صادقانه اجرا میکنم. از روی پرینسیپم جزا نمیبینم. عشق و عاشقی را به کارم آوریده نمیسازم. به من گوش کن. به خری که بار نداره تو چی کار داری؟ برای دوست جانم را فدا میکنم، اما برای دشمن از نو زنده میشوم. بهترش تو کوشش کن که دوستی من بمانی. انا اینجا. شما هم دیده میتوانید. در اول از سرطان شبهه داشتم. من نتیجه این گونه بیهوش شدن ها یا سکت خونی یا سرطان مغز سر است. اما تشخیص ها خوب بر آمدند. حالت را به زبانی فهماتر به من بگویید. اکنون چی می شود؟ برای فهمیدن آن که ورمی نیک است یا بد باید جراحی کنیم و از آن پارچه گیریم. اگر بد باشد چی؟ امیدوارم آن گونه نیست. نه اگر بد باشد چی؟ در اون حالت چی می شود؟ خانم سومن، اول فهمیم بعد تحلیل میکنیم. ولی از سببی که جراحی عصب از بعضی خطرها نیز دارد. مثلا چی؟ از بیرانشوی نوت سر کرده تا فلج شدن بعضی از عضوهای بدن. معلوم است که سبب مرکز فرماندهی تمام بدن انسان است. اگر جراحی نکنم چی؟ دیگر چاره ای نیست. اگر این ورم نیک باشد هم کلان شدن میگیرد. فکر میکنم برای قبول کردن این حالت برایم کمی وقت لازم است دکتر. لبایاریم خوبم. در بیرون کمی بعد به عدلیه میروم. به عدلیه گفتی؟ اینطور باشد میگویم که آمده تو را گیرم و یک جای غذاخوری روی. به این آنقدر احتیاج دارم که بیان کردن نمیتوانم. بسیار خوب میشد. چای خونه چی را حل کرده؟ بله اکا. با قطعه های شکر لوازمات را می‌دارد. نباید لازم شود، اما دست خالی ندارم میگویم. درست اکا. آیسته برادر، پیشتون را نگاه کنید. ببخشید، مرحمت. تشکر. گل‌های خوشبوی تر و تازه. خسته نباشه دفعه جان. میفرما دادرم چی میخواستی؟ حالا موسم کدامی از این هاست؟ موسم بابونه و گلی میخک است. حالا در هوای خنک بوی خوش دارد. بسیار خوب. با من بابونه و میخک عموما یک دسته گلی خوب کنم. مایلش حاضر یک دسته گلی خوبی برایت آماده میکنم. انا این همون است که گفتگی محترم پرокурор. دعوایی که دایر به عارف امیر شده بودیم آن را بستن میخواهم، ولی خواهش میکنم که به شخصی که این نوارها را وصل کرده است پرونده آغاز نماید. در این خصوص مطمئن باشید. شاید در پس این کار خصومت شخصی باشد. نمیدانم، اما این همه گناهکارکنی ها و ما ضرری جدی آورد. تا یافتن شخص گناهکار تلاش میکنم.
شما میتوانید این کار را به من بگذارید. تشکر محترم پروکورور. نمیارزد. لطفاً از این همه حجت ها یک توگی نسخه برداری کرده با کتیبه سپورید. خب؟ البته محترم پروکورور. عجیب کیلو انتظار باشد. محترم پروکورور مانده نباشید. مرحمت. از نام زاکر تیمور اینجا آمدم. فهمو بنابر به اجازت در آمدنتون کاری مهمی دارید. برادر زاکرم، یعنی رئیس ما پیغام مرافعه دارد، میدانید. خب چه خدمت؟ از آن که تفتیش زیاد دوام کرد اکای زاکر در محبس عذاب کشید ایستاده است. آخر ما نمیتوانیم او را به مهمانخانه بگذاریم. از شما خواهش کی جناب زاکر را تفتیشات آزاد تعیین کنید. اگر شما همچون پروکورور این را طلب کنید سودیه نیز راضی میشوند. اگر تفتیشات آزاد تعیین کنیم در خصوص به خارج گریختنش یک قطار دلیل داریم. نمیگریزد. کجا میگریزد؟ جوان مرد است او. با تعطیل رفتنش دیگر مسئله. مرا ببخشید اگر محترم سودیه ها این کار را کنند مرحمت، لیکن از دست من هیچ چیز نمیآید. ببخشید قبرگاه محترم پروکورور در همین آشیان است؟ در آخری راه دستی رو. تشکر برادر. این برای پروکورور نه. نزد پروکورور در آمدنم لازم. محترم پروکورور حالا بند می باشم. خب بدتر می آیم. این آخرین تکلیفم. برای تعلیم فرزندانت لازم می شود. عدالت را با رشوه خریده نمی شود. همین طور. همین طور. عدالت را نمی فروشم. وظیفه من عادلانه حکم کردن. مرا رنجاندی. اکنون با دیگر را حل میکنیم. عائله خوشبخت و مسعود. اما نمیفهمم نخواد که در وقت رد کردن این تکلیف زن و فرزندت را فکر نکنی. تو با من تهدید میکنی؟ کمال
اینجا اگر اینقدر به آسانی در آمده باشه پس بدون که به همه جا در آمده میتوانیم. مونده نباشید. از دفتر پروکورور میایم. یک بار خبر گیرید خوب میشود. بخیر است؟ یک چند مرد شبهناک آنجا بودند. تیزتر روید، خیلی شبهناکند. مایلش حاضر رفتیم. با این عملتون جواب میگوید. حاضر. مان چین سردید منو. هر کسی نباشید برای این عملتون جواب میدید. جواب بدید. زود آنها را بازداشت کنید. این طرف گذره. زودتر. شما قبلا نمیفهمد. کنیز جناب مدیر، من عارف. کنی گذارشین؟ چین میگویم؟ با فکرم باید شروع کنیم که همراهی تعیناتی مخصوص در همگام گرفته شده ایم. ایچیموس اونها قد نزنه. تماما افوز نبراره. تو در درآمدگاه با نزاکت بودم، به تو راه دادم، اما تو به نزاکت بودی. اکنون دیگر چاره نیست. گفتیم کار را به آرامی حل نماییم، لیکن نشد. تمام درآمد و برآمدگاهی این آشیانه را ببندید. آنقدر چیزی بسیار نمیخواهم. رئیسم را در بین 2 ساعت آزاد کرده و طیاره میشنونید، وگرنه همتان را یک نصف میکنم. حاجت خونه رو هم بینید کسی نموند. جناب سردار، من هم میروم. نه نمیشود صالح. آخر جناب سردار، وقتی نشان دادن کاری مذاکره چی هست؟ آخر تو از کار آزادی، سبب داری، اجازت دادن نمیتوانم. آیا همین پایهایم مانعند؟ اگر لازم شود با پای فلش، آن هم نباشد به پای به اجرای وظیفه میروم سردارم. ما مسئولیت رو انامیخل فهمیدیم. رفتیم بچه ها، رفتیم.